فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. حکم کسی که شبها خونه مردم را دید بزنه چیه؟ لطفاً جواب بدید. میم از سلاس 4 شماره اخیرشون 7882. این حکم یک حکم حرام و ناجایزی هست. کاری به شب ندارد، چه شب باشد چه روز باشد. شب که حرمتش در واقع بیشتر هست، زمان استراحت هست و مردم در داخل محیط خانواده خودشون باید در امن و امان باشند. چون این کاری هم از نظر اخلاقی حرام هست و ناجایز هست و هم از نظر شرعی و عقلی که نگاه بکنیم یک کار ناجایز و حرامی هست. اضافه بر این حکم شرعیش این است که حرام هست. روایتی در این زمینه وجود داره از رسول الله صلی الله علیه و سلم که اگر یک شخصی بدون اجازه صاحب منزل در داخل منزل دید بزند و صاحب منزل، تعبیر حدیث سنگریزی هست، سنگی رو بردارد و به طرف این شخص پرتاب بکند و این سنگ به چشمش بخورد و کورش بکند، هیچ گونه دیه‌ای و قصاصی در واقع ندارد. این تا این اندازه این عمل زشتی هست. این حکمی تقریبا متفق علیه است در میان تمام فقها که اگر کسی اون شخصی رو که بدون اجازه در داخل منزل کسی نگاه میکند و دید میزند، بر اثر پرتاب سنگی دچار زخم شد یا چشمش کور شد یا سرش شکست، هیچ گونه دیه‌ای رو ندارد و این شخص هم هیچ گونه گناهی رو مرتکب نشده. این دلالت بر سنگینی و بزرگ بودن این جرم و جنایت دارد. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.